سه منبع در مقام‌های امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری ریترز تصدیق کردند که مفتشان روسیه به تاجیکستان آمدند. از علاقه روز سه‌شنبه 26 مارس سال 2024 به بازپرسی خویشاوندان نزدیک 4 متهم اساسی در حمله خونین شام 22 مارس در شهر کراسنوگورسک ولایت مسکو که 139 کشته به جا گذاشت شروع کردند. بنا به گزارش خبرنگار ریترز در دوشنبه نظرعلی پیرنظرов، این منابع که صلاحیت در محضر عام شرح دادن قضیه را ندارند خبر دادند که مقامات قدرتی تاجیکستان خویشاوندان متهمان را از شهرهای وحدت و حصار و همچنین از نوع رودکی به پایتخت شهر دوشنبه آوردند. بنا به معلومات این سرچشمه ها، جریان تفتیشات را که جانب تاجیکستان از طرف خود پیش میبرد شخصا پرزیدنت امامعلی رحمان تحت نظارت خود گرفته است. منابع ریترز درباره جریان و نتیجه های بازپرسی ها یگان تفصیلات ندادند. در همین حال خبرنگاران رادیوی آزادی در پی بازدید از خانه های 3 نفر از 4 متهم اساسی حمله کراسنوگورسک در شهرهای دوشنبه، وحدت و حصار برای بازپرسی به دوشنبه بردن خویشاوندان این 4 نفر را تصدیق کردند. خبرنگاران شام 25 مارس به خانه سید اکرم رجب علیزاده به شهر وحدت رفتند، ولی در خانه تنها یکی از نزدیکانش را پیدا کردند. او گفته است که پس از آن حادثه مقامات تاجیکستان مادر، برادر، همسر و 2 عمک سید اکرم رجب علیزاده را برای بازپرسی به دوشنبه بردند. والدان و همسر گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین نیز روز 25 مارس در خانه‌شان در دهه لایو شهر حصار نبودند. یکی از خویشاوندانش گفته است که همسر، پدر و مادر و خویشاوندانش را به دوشنبه برای بازپرسی بردند. خبرنگاران با عین وضع در خانه محمد صابر فیضوف در دوشنبه دچار شدند. شام 22 مارس 4 نفر مسلح به تالار کنسرت های کراکوسیت خال در شهر کراسنوگورسک حمله آورده ازدحام را قبل از آغاز کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک تیرباران کردند و گلوی برخی را نیز بریدند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. علاقه 1 روز بعد FSB از بازداشت 11 نفر از جمله 4 حمله‌گر خبر داد. تا امروز اسم 8 نفر آنها معلوم شده است. متاسفانه 7 نفر آنها از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. در تاجیکستان خبر دست داشتن زادگان این کشور در حمله خونین تروریستی در روسیه، کشوری که تامین زندگی اکثر خانواده‌های تاجیک از آن سخت وابسته است، همه را به شوک آورد. به این دلیل دوشنبه خوان آن است که مسئله اشتراک زادگان تاجیکستان در حمله تروریستی اخیر در کنار مسکو روی مناسبت‌های تا کنون دوستانه و اتفاقچگی 2 کشور سایه افکند. یا خدا نخواسته به این مناسبت‌ها لطمه بزند و باعث باز هم بدتر شدن شرایط به این هم نه چندان خوب مهاجران تاجیک در روسیه شود. این است که روز 24 مارس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در صحبت تلفنیش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار آمادگی کامل کشور برای تحقیق این حمله و در عموم برای مبارزه مشترک با تروریسم را بیان کرد و طور منابع ریترز خبر دادند امامعلی رحمان جریان تفتیشات را نیز زیر نظارت شخصی خود گرفته است.